در شهر و نویاهای ولایت خراسان با مقصد تامین عائله‌ها با سبزیجات و میوگی در فصل زمستان ذخیره‌کنی در شکل کنسرو ادامه دارد. هر یک خانواده در ولایت با استفاده از تجربه بای و امکانیت مساعد یعنی فراوانی میوه و سبزیجات با رعایت قاعده‌های سانیتاری و بهداشتی کنسروکنی میوه و سبزیجات را انجام داده برای تیر ماه زمستان ذخیره می‌نمایند. گزارش خبرنگاران ما. ساکنان مهنتقلین ولایت ختلان هر وجب زمینی در اختیار داشتهشان را مقصدناک استفاده میبرند و حاصل فراوان به دست میآورند. دسترنج خویش را در روزگار استفاده میبرند، به بازار میبرند و همچنین امروزها برای ذخیره زمستان استفاده برده ایستادند. تا لوبیا تا مرچ همه زراعت‌های فلزی هست. بادری، پمیدور، لوبیا زمین استفاده میبریم. سیب و نوک و آلو، انجیر، انار تا چهارمغز هم داریم. همه نمودی میوگی را داریم. باز ذخیره میکنیم. بانوان خاندان در این شب و روز سرتردد بوده با استفاده از محصولات تر و تازه پرورش نموده خویش هر گونه افشوره و شربت‌ها را آماده کرده برای دوره زمستان ذخیره می‌نمایند. طبق اطلاع در این قطعه نزد حولگی نمودهای زیادی میوگی و سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی استحصال کرده می‌شود و اعضایان عائله سر کرده از خشک میوه‌ها اینچنین هر سال تا 200 عدد قوطی‌های شرطی را از نمودهای گوناگون مربا و خورش‌ها با رعایت قاعده‌های سانیتاری و گیگینی آماده می‌نمایند. در عائله شریف آقا از دهه تاجیکستان سرخ ناحیه نیز مشاهده گردید که زنان و بانوان برای تامین طلبات اهل عائله با محصولات گوناگون غذایی و پرناز و نعمت گردانیدن خانه خود در فصل زمستان آمادگی همه‌جانبه گرفته الکی بیش از 200 عدد ظرف‌های شیشگین از میوگی‌ها، شربت و مربا اینچنین از حاصل سبزیجات نزد حولگی خود یک چند نامگوی افشوره و خورش‌ها را آماده کردند. طبق اطلاع با اقدام بخش معنویات مقامات محلی و کارمندان جماعت‌های شهرک و دهات میان ساکنان بخصوص زنان و بانوان وابسته به استفاده با ثمر زمین‌های نزد حولگی و از این حساب تامین نمودن احتیاجات روزگار همزمان ذخیره نمودن آن برای دوره سردی‌ها کارهای فهمانیدنی گذرانیده می‌شود. سراول به تازگی حتما رعایت میکنیم. بانک‌ها را تازه شسته در بوق گرفته بعد محصولات دیگه باید شسته مثال بادرینگ در آب مونده مثال در آب شمادگی شسته بعد در بانکا میگیریم یا پمیدور شروع همش ریزه کرده جوشونده مثال در بانکا میگیریم بعد باید مخکه میکنیم. مثال این بانکا رو ما یک سال نگاه می‌داریم بعد استفاده می‌بریم برای ذخیره زمستانه. در جماعت دهات کلمین ناحیه نیز زنان و بانوان علاقه طول یک ماه می‌شود که برای تامینات عائله خود در فصل زمستان با محصولات غذایی از لحاظ اکولوژی تازه آمادگی دیده در تیار کردن خورش‌ها در شکل کنسرو و شربت و مرباهای میوگی از محصولات‌های پرورش نموده خویش استفاده می‌برند. با هم مصلحت کرده هر مثال یک روز در خانه ما یک روز در خانه و مصلحت کرده با هم همین ها را جمع آوری کرده محکم میکنیم برای زمستان. هر سال ما همین تابستان همین کارا ما میکنیم. همش سرتا تا سرتا. طبق اطلاع مسئولین ناحیه به همین ترتیب در همین شب و روز بانوان و کدبانوهای هنرمند ناحیه عبدالرحمن جامی در همه جماعت‌های شهرک و دهات با رعایت حتمی قاعده‌های سانیتاری و بهداشتی از محصولات خوش‌صفت برای تامین احتیاجات روزگار خود با محصولات سرغذا در فصل زمستان در هر یک عائله نه کم از 100 عدد ظرف‌های شیشگی، شربت و مربا و کنسرو و دیگر نامگوی افشوره‌ها را آماده می‌نمایند. تقرر صاحب نظر اسکندر سعید پرویز سفر از ناحیه عبدالرحمن جامی برای برنامه اخبار. بینندگان